امروزها در شهر و نویه‌های ولایت خطلان جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام جریان دارند. در برابر تشبث و دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت مملکت جهت وسعت سازندگی و آبادانی‌ها، اینچنین سهم صاحبکاران و اهالی کشور نیز در بهترسازی وضع اینفراساختار کار و خدمت‌رسانی در محل نظررس میباشد. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی در زمینه تطبیق هدف‌های سازنده حکومت کشور و توجه و تشبث‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهر بهترسازی سطح نیکوحالی مردم در برابر رشد و رونق ساحه‌های مختلف خوجگی خلق، اینچنین در برابر رشد صاحبکاری نیز در کشور زمینه مساعد فراهم آورده شده است. در ناحیه تیمورملک وسعت این روند نتیجه‌های مساعد روزافزون را به وجود آورده است. طبق نقشه چرابینوی حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان و ناحیه تیمورملک در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با صاحبکاران محلی بسیار دست به کارهای آبادانی زدند و نکته نماند از جانب صاحبکاران محلی الکی دو کودکستان زمانوی در جماعت دیهاتی تنابچی ساخته مورد استفاده عموم قرار داده شد و اینچنین ساختمان باغچه سیوم در همین جماعت در عرفه انجامیابی قرار دارد. نکته نماند شماره باغچه ها الکی در ناحیه از 3 عدد به 5 عدد رسید و ما از سابق بناهای مؤسسه‌های تعلیمی رقم 15، مؤسسه رقم 25 و 18 که در آنجا صنفخانه‌های ایلوگی نو زمانوی ساخته شدند، سابق بناهای آنها را تبدیل به کودکستان‌ها میکنیم و در جماعت دیهات سید مومن رحیم، جماعت دیهات چیلچه و جماعت دیهات کنگورت باز 3 باغچه کودکانه دیگر مورد بهره برداری قرار میگیرد. عموما از جانب صاحبکاران و مقامات توجه بیشتر به ساحه معارف و علم روانه گردیده است. در این زمینه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 از جانب والدین 2 صنفخانه زمانوی برهوا ساخته روزهای به درس شروع کردن مؤسسه الکی مورد بهره برداری خوانندگان این نیز قرار میگیرد. موافق اطلاع بخش معماری و شهرسازی به مناسبت تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه تیمورملک با تشبث مقامات محلی و در همکاری با صاحبکاران و ساکنان همت بلند تعمیر و از نوسازی و بنیاد 332 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا این مدت نزدیک به 200 عدد آن مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی طبق نقشه با وسعت ادامه دارد. ساکنان همه این پیشرفت و آبادانی را از فضای آسایشتگی وطن عزیز تطبیق سیاست باورور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پایداری و تحکیم استقلالیت دولتی ارزیابی کرده اهلانه پای کار و فعالیت و باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و روزگاری خود تلاش می‌نمایند. در اساس نقشه چرابینوی مذکور در ناحیه در تمام سمت‌ها بنگاه‌های طبی، مرکزهای سلامتی، میدانچه‌های ورزشی، تالارهای ورزشی، روشنکنی کوچه‌ها، چراغانکنی و منفرش نمودن کوچه‌های بین دهه‌ها الکی با مرام ادامه دارد و نکته نماند در جماعت دیهات حسین آباد و جماعت کنگورت ناحیه تیمورملک از جانب صاحبکاران محلی زیاده از 6 کیلومتر راه اسفالت پوش گردیدند. چون این حالت در جماعت تنابچی و سید مومن رحیم نیز به مشاهده می‌رسد. در جماعت گردآوران زیاده از 4 کیلومتر راه محلی اسفالت پوش گردیده، جبران بتونی ریخته شدند. امروز تمام ساکنان ناحیه الکی خود درک کردند که همه یک جای در گرد سیاست خردمندانه اساسدار صلح و وحدت ملی یکجا میشویم و خود دست به کارهای آبادانی و سازندگی زده ایستادند. در این زمینه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک کوشش به خرج می‌دهد که تمام سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت خطلان را در مهلت‌های معین شده و اجرا رسانید. در بنیاد انشاءات جشنی در ناحیه تیمورملک برابر ساحه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی همزمان وابسته به تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور و سال‌های 2022-2026 همچون سال‌های رشد صنعت به بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و جلب بیشتر ساکنان با شغل بخصوص بانوان توجه بیشتر ظاهر کرده می‌شود. ساحه صنعت نیز در ناحیه تیمورملک الکی رو به بهبودی نهاده است. ناحیه تیمورملک پیش ناحیه اگراری بود، امروز اگراری صنعتی تبدیل یافته ایستاده است. در ناحیه تیمورملک الکی کارخانه کارکرد چوب، مبل، پای افزال،
корхонаҳои дигари макаронбарорӣ инчунин корхонаи сангу шағал мавриди умум қарор дорад ва нуфта намонад ки дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша бо дастовардҳои назаррас ноил мегардем. сокинони заҳматқарину ободгари ноҳияи Темурмалик бо ҷонибдории аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва азми қавӣ ва тандорӣ ният доранд ки минбаъд низ дар ҳама самтҳо софдилона меҳнат карда тавассути баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва вусъати иқдомҳои созандаву бунёдкорӣ саҳми арзандаи худро дар ободонии як гӯшаи ватан гузоранд. худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Маҳмадшоҳ, Зуҳуруддини Маҳмуд барои барномаи ахбор.